سلام وطندارای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین، هر جای دنیا باشین، خوش آرام باشین. وطندارای عزیز، نمیدانم که شما این ویدیوی مرا دیدین یا نه، و خیلی دوستا گفتم این قضیهش برای ما بگو و خیلی ها پیام دادن. دوستان عزیز، این ویدیوی ما اگر دیده باشین، یک پیرهن سفید جانم است. 1 سال پیش من یک مسابقه داشتم، زمانی که این مسابقه ما که من میبرم و 3-4 تا همشهریای ما بسیار شلوغ کرده بودن و کمی بفرهنگی وسط همشهریای ما شده بود و دعوا شد و جنگ شد، بسیار یک جنگ بسیار کلان که من واقعا مرگ خود با چشم خود دیدم. دوستای عزیز، مرگ خود واقعا با چشم خود دیدم و من لباس شخصی پوشیدم، لباسای من پوشیدم و هموطنای من کلشان بدون مدارک بودن و من از اون سالن بیرون کردم. سالن خالی هم هست و من اینا تنها گیر کردن. 200 نفر بودن، تنها هم گیر کردن. فکر کنین که 50 نفر از این شاید مست باشن. مرا تنها گیر کردن و من گفتم همشهریای من کلش قید کرده بودن در بیرون. گفتم به اینا خطر یا آسیب نرسانه و من مجبور شدم به خاطر مردمم، به خاطر وطندارایم من معذرت خواهی بکنم. این کدام حرف نیست که من پشیمان باشم، یعنی من خوشحال میشم. من خیلی هم خوشحال میشم، به خاطر از خوشحال میشم که هر کس من از زود قضاوت میکنه یا پشت سر من حرف میزنه، من خوشحال میشم. من در زبان خود ثابت نمیکنم، در زمان ثابت میکنم. به جای اینکه بیاین حقیقت ها را بفهمین، میرین بعضی کسا را زود قضاوت میکنین. نه من هر کس شما میرین زود قضاوت میکنین. دوستای عزیز، این ویدیوی دیگر در پایین شما نگاه بکنین. زمانی که دعوا میشه و جنگ میشه و حدوداً چی حال میشه، تقریبا 100-200 نفر جنگ دعوا میشه سر ما و سر همشهریا. او حالتی که من دیدم، واقعا من گفتم چاقو را دیدم و تفنگچه را دیدم و صدای شلیک دیدم. واقعا سخت است. میگم مرگ با چشم خود دیدم. 1 متری طرفم صدای مرمی دیدم. مگه پلیس دست از او نفرای دیگر را نمیگرفتن؟ دم پلیسای ایران گرم که واقعا نجاتم دادن. اما خود دوستای امو عریف ما که شکست دادم، رفیقاش مست بودن. وقت شب بود، میخواست مرا با تفنگچه بزنن. دینی ها پلیسا نذاشتن، اطلاعات نذاشتن. دیگه هم شهریای ما آمده بودن و به خاطر که مرا غرض نگیرن یا مرا کنم به من آسیب نرسن، 3-4 تا چاقو داشتن، دیگه داشتن. من به خاطر گفتم همشهریای ما رو نزنن. من زمانی حرف زدم دوستای عزیز که با چشمان خود دیدم داشتن 100 نفر همشهریای ما میزدن. یکی از بچهای بسیار خوب در خود ایران هست، همشهریای خودم هستن. زمانی که دعوا میشن من میبینم که